سلام بچه، خوش اومدیم به ویدیو امروز. من یاشار هستم از کانال TNT. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. اگه این ویدیو بالای What the fuck دودوش این چی؟ وایسا. اوکی، داشتم میگفتم بالای 100 تا لایک بخوره پارت 2 اینم میام. فقط این چی میگه؟ اومد دستم. وایسا دوباره بذاره ببینم. یعنی واقعا این شکلیه؟ نمیذاره. دیدی؟ بکنی دیگه. آی آی آی. آقا من از قبل اینکه این ویدیو رو بگیرم من مپ دانلود کردم. خب اونو اسمش بود وان بلاک اسکای بلاک. گفتم چی؟ وان بلاک. اومدم وسطش یه بدراک بود اینجوری. خب دکمه رو که زدم رفتم به دنیای دیگه کلا و همه جا اینجوری شد، وان بلاک شد. بعد کندم، یه چند خاک داد، بعدش چوب داد. درست 1 ساعت تموم چوبو کندم فقط چوب داد. بعد رفتم از دوستان پرسیدم که این مپ اینجوریه. توی این مپ فقط چوبه، چیزی دیگه نیست. و من رفتم یه معمولی شو میگم چرا نمیزنم؟ برامون داشمون نون میذاره. ببین این مپ اونقدر بهتره که برامون نون میذارن، کتاب میذارن که علممون بره بالا. بله من علمو نمیخوام. ببین این علم تو، اینم علم تو. نایس. خب یا میکنیم گاو صندوق داشت باز شو ادب گیری کردیم. خاکا رو اینجوری میتسنیم قشنگ. این هم مثل اونه. ببین این وان بلاکش خیلی سخته. منظورم از سخت چیه؟ اینجوری که تا برسه چیز چوب آدم رو میکشه. اینجا باید بایستی. رفت به لول بعدی. ببین نه این بخش یعنی در این هم من همین اوکی. چرا من یک کار خفن میخوام بکنم، اینه که اینو رو میزنم اونجا تو رو فکر کردم افتاد کنیم سکته کردم. یه دونه از اینا چطوری برمی داشتیم؟ اینجوری بود. بعد اینو میزدیم بعد اینو میزدیم. آقا با دست خیلی بس سخته. اینو میزدیم. خوب شد. خب اینو برمی داریم. باید بپرم پایین و اینو بذارم درست اینجا که خوکمون آقا گوشی بیام. این چرت شد. گوشی میام. وایسا. وای گوشی خیلی سخته. یس گذاشتم. یس. خب حالا با دستی میه. نایس. این بود؟ نه این بود. آره خب یکی رو گذاشتیم و باید یکی دیگر هم بذاریم مگه نه؟ یکی رو گذاشتیم دیگه، یه دونه رو باید بذاریم. دوباره با گوشی میایم. نه دوباره من نتونستم بذارم.
آقا آب میده دیگه، ول کن. وسط آب میده، ولش کن بابا. کی به کیه؟ اونجا بکن. کریپر اومد از اینجا بنداز بیرون. ها ها ها. هندونه مندونه میده به من. چوب صلوات. چوب همین. اوکی. باشم زحمت کشیدی، اینم نمیدادی خیلی خوب بود. اینو نمیدادی بهتر بود. اوه ایول. آقا ببین، از اینجایی که این خیلی جای خطرناکی است و اگه کریپر بیاد اینو ترکنده و من کندم مردم. بله بجای اینکه بمیرم میام از اینجا یه راهی میکشم این شکلی با دیرت. این رو بعدا پر میکنم مثلا واسه خودم. نه 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 نمیافتم چی. خب آقا از الان بگم، دیدین؟ ناموسن دیدین؟ ماینکرافتم باک خورد افتضاح. یعنی افتضاح باک خورده ماینکرافتم. آقا این از اونجایی که احتمال مردنم 100، یعنی 100 خب این رو میسازیم. بابا برو دیگه. آها این از اینجا بر میداریم، میریم اون گوشه ها هست، میرم میذارم اونجا. حاجی سکته رو زدم به خدا، به خدا زدم سکته رو. همینجا گفتم وای 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 وای. اینا رو از اینجا میندازیم اون تو و اما اینو نگه میداریم، اینو بر میداریم با این و این. خب اینو اینجا میذاریم، یه دونه اینو میزنیم. آها خوبه. یه دونه تبر میسازیم دیگه، هیچی نمیسازیم. اینو میندازیم تو، اینو میندازیم تو. این تبرم میاریم اینجا، این نونم میاریم اینجا. من مرتب سازم، من مرتب کار میکنم. یه کاری بکنم مرتب باید انجام بدم. خب همین اینجا با این میکنیم. هر وقت دید چوب شد میدیم سراغ چی؟ این تبر. یعنی در این چیزی که خدا بابا اون یکی فقط چوب و اینم فقط درته. سنگ و آیرون هم بده دیگه. آقا انشالله یه قسمت بشه پارت دوشو با دوستا میام، با دوستان عزیزمون میایم، خوب میشه دیگه. فقط اوه ملغه بیا اینجا، بیا. نه بیا، نرو بیا، نرو ناموسن نرو بیا، نرو پشمام. آقا این از ماتریکس خارج شد. آجی اینجا دوری رو هوا وایساده. پشمام رو هواست، این رو هواست. پشمام چی بشه این ویدیو. حالا شد یه چیزی. منو شناختی؟ آفرین به دست روی ماهت که منو شناختی.
نمیشناختی؟ همین چرخو میکن. آها خب بابا تی. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بابا اینجا رو نه اینجوری که اینجوری ساخته. من حرفی داری؟ اینو از اینجا میفرستیم. او ببین اینو میری روش چند تا چیز مینویسه، ولی من چیم؟ من یه سیگما، من هیچ اهمیتی نداره. فکر کردم رفت پایین. برمی داریم. آها یس حالا اینجا هرچی بیفته دیگه نمیره بیرون. یفت انزه. آره یفت انزه. همه چی هم امکان داره بیارم، هرچی باشه دیگه. هرچی دلم بخواد میتونم بیارم، هرچی دلم بخواد. هیچ کم نمیتونی حرف بزنه. گرفتین؟ خوبه. فکر کردم افتادم. میشینیم میکنیم. خدایا خدا. استخون داد یعنی احتمال اینکه بعد این سگ باشه خیلی زیاده. من سگ مستم و سگ مست. بسید. آها از این زور میچونی میریم بالا. تو نرو من میرم. بعد اینو که ساختیم اینو برمیداریم اون دوباره تو اینونتوریمون. آها خب میایم اینجا حالا اینا رو خالی میکنیم. ببین نه نشد. اول درد که مهم نیست، درد چی بشه برای من مهم نیست. درد بس به درد بیاد دستم کارم میاد. اول لازم اینجا رو یکم خوشگل سازی کنیم. چرا یه ردیف اومد میره؟ آها تو هم بیا. خب برگشتم همینجوری بیا. نرسید. مشکل من نیست که نرسید، مشکل منه. یس. ببین آب باشه توش، فقط آب بشه. بامبو نه از این داشتم ولی آها اینم از غذام این اینجا میکنیم. یه دونه اینجا از این غذا رو از اینجا تامین میکنیم. تو رو از اینجا از من باید بردارم. آها اینو برداشتیم میریم سراغ کارمون. اول از همه اینا که مهمن از اینجا برمیداریم. این مهم نیست، مهمه. این دوتایی میکنیم. این مهمه. تو که بیا اینجا. تو هم بیا دستم. خب اول از همه تو رو میکنیم و به چوخ بر. هیچ مهمی نیست برا من چون که من ماتریکسم. نه ناموسم مهمه. یکم خاک جمع کنم. خاک هیچ وقت زود اضافت نکنیم. شاید روش بده توش خوبه. داشت توی خاک میدم.
ناموسن دیگه حرف نمیزنم، فقط بریم شب روز بشه. خوک عزیز من. پشموم ای وای قلبم یهو ایستاد. باک خوردم، یعنی برگشتم باک خوردم. این باگه نبود من الان خداحافظ میگفتین برا من. باک خوردم. یعنی ممنون باگ. ممنون ناموسن باگه نجاتم داد. من اینجوری برم بهتره، من از این به بعد بشینم. آقا فعلا بشینیم. گاو عزیزم تو که گاوی نمیفهمی، برو پایین دیگه. نمیفهمی برو پایین. نمیفهمی برو پایین دیگه. مشکل داری من اینجا زحمت میکشیم. اینجا وایسام یه موقع به خطرناک اومد بتونم پرتش کنم پایین. اینم دستم وایسه. اوه کردم کریپر. یهو کریپر بود، سکته رو زده بود. خب الان که گوشتمون تمام شد. اوکی مشکل نیست. ببین هر انسانی باید اشغالشو بکنه دیگه. من باش اشغال میکرد. ببین ها دیدین شما یه دونه چوبی اضافه از بالا میافتاد همیشه. نمیدونم دیدی پشمو. فقط منتظرم یه موقع خطرناک بیاد از اینجا بزنم بپره پایین. کریپر که باشه باختم، من مردم. اوه اینجا رو میتونیم درست کنیم. ببین یه راهی که فقط من میتونم ازش استفاده کنم. میکشم از این نه بکن اینجا بیاد. از این بعدش رو دیگه این کاری میکنیم. خب اینم بکن. خب حالا اینا رو بکن. اینجا رو پر کن. حالا بیا اینورش رو پر کن. ببین از اونجا که نرسید به دلیل اینه که کمبود خاک داریم و خاک هم چطوری تمام میشه؟ خیلی سخت. نمیشکن. یکی اول از همه باید اینجا بزنم، یکی اینو بالا، دومی اینجا و سومی اینجا که نتونم برم بالا. اینجا هم غذامو تامین کنم. اوکی این از این راهمون که کشیدم. دور اینم بکشم. تموم شد. اوکی پشموم. بله
کاملا منطقی. آهان مرغ 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 مرغ. نرو مرغ من، نرو مرغ من، مرغ عزیز دلم، مرغ عزیز دلم. بیا بیا بیا. بیلو 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 بیلو. وات دیگه بار حرفو میزنم. خواهی بری پایین، خواهی بری پایین، خواهی بری پایین. بری اونور، خدا نمیذارم بیا اینور. بیا ببینم. اونجا اوکی. وای نه اونجا رو بپوشونم، حیوانات میرن اون تو. نمیشه نمیشه نمیشه. وای 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 وای. خدا سکته رو زدم. خاک برام خیلی عزیزه، چون به جز خاک هیچ چیز دیگه ندارم. خب اینجا رو پر کردی؟ آقا یه لحظه این لک شد. این زندگی منو. برو پایین تو. این پایین نه، اون یکی پایین. مثل گوسفند رفتار نکن که. برو برو دیگه. واقعا گوسفنده. جدی گوسفند بود. بچه هم ممنون که به پارت 1 نگاه کردین. امیدوارم به پارت 2 هم نگاه کنین و به 100 تا لایک برسیم به پارت 2. و غذامون هم که رفت. هیچ غذای منبع غذایی ندارم. ولش حالا. از این به بعد ویدیوی منو دنبال کنین و لایک و ساب فراموش نشه. بای بای. بای بای. نه وایسا نشد. بای بای. بای بای. نه دیگه بسه. ممنون که از این ویدیو خوشتون اومد. بای بای. خداحافظ.